سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور زنگ آغاز سال تعلیمی را نواخت و ای گفت در سال جاری 1 میلیون متعلم جدید در مکاتب شامل خواهد شد و در سال آینده 1800 مکتب نیز ساخته خواهد شد. بند کمال خان فردا به گونه رسمی افتتاح می شود. منابع می گویند برای افتتاح این بند آمادگی ها گرفته شده است. ناتو میگوید گروه طالبان باید از حمایت القاعده و شبکه‌های تروریستی جهانی دست بگیرد. ینس استولتنبرگ سرمنشی این سازمان گفته است حمایت از پروسه صلح یگانه راه حل معضله افغانستان میباشد. در 2 ماه اول سال جاری میلادی 49000 تن در چندین ولایت بیجا شدند. اداره کمک‌های بشری ملل متحد گفته است این افراد در 17 ولایت بیجا شدند و نیاز به کمک‌های عاجل دارند. حکومت افغانستان میگوید از همکاری جامعه جهانی در بخش مبارزه با تروریسم استقبال میکند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی میگوید حفاظت از خاک و مردم یک مکلفیت ملی است.